از سوی مشرکین گاهی مطرح می شد که در این آیات به اون شبهات پرداخته میشه. یکی از اون شبهات و اشکالاتی که همیشه مطرح می کردند روی نسخ بود، نسخ آیات. یه آیه نازل شده، حالا این آیه جابجا شده با یه آیه دیگه، این حکم جابجا شده با این حکم دیگر. این اگر از طرف خدا بود چرا جابجا شده؟ علیاذ بالله چرا خدا پشیمان شده اون حکم را جابجا کردیم؟ مگر خدا عالم نیست؟ خدا همه چیز را نمیداند؟ بس چرا جابجا میکند احکام را؟ ببینید، اگر انسانی یه حرفی بگه بعد اون حرف برخلاف اون حرف خودش یه حرفی دیگه میگه، یک حکمی صادر میکنه بعداً پشیمان میشین میگه نه به جای اون حکم این حکم دیگر، خب این نشأت میگیره از بی علمیش، بی تجربگیش، اینکه قبلا متوجه نبود که اون حکم فایده داره این حکم ضرر داره. اما درباره خدای عزوجل چطور؟ این را الله تعالی ذکر می فرماید که ما وقتی که تبدیل میکنیم آیه را به جای آیه بهتر میداریم. والله اعلم بما ینزل، اون چیزی که خدا نازل کرده. ما در رابطه با این در سوره مبارکه بقره ما ننسخ من آیت یک بحث تفصیلی کردیم که خداوند عزوجل که حکیم هست و فعل حکیم از حکمت خالی نیست و نسبت به آینده بندگان خودش هم خبر دارد. خدا وقتی که حکمی را جابجا میکند حتما بنابر حکمتی هست، بنابر مصلحتی هست. حتی اونجا مثال خدمت شما بیان کردم که انسانهایی که وقتی مارد باشن، ماهر باشن، عالم باشن، پختگی در علم داشته باشن، اینها هم بعضی از احکام را، بعضی از دستورات را به صورت مقطعی صادر میکنن، به صورت موقتی، چون که احساس میکنن در این مرحله تربیتی خیر و نفع این است که این حکم تا فلان وقت بره تا اینکه این استعداد، آمادگی در طرف پیدا بشه، بعداً حکم دیگر، بعداً نسخه دیگر، بعداً پیشنهاد دیگر. مثلا دکترها، خیلی از دکترها هستند که مریض را وقتی میخوان درمان بکنن میبینن که مریضیش بسیار شدت داره، حالا یهو با دواهای قوی شاید آسیبهای دیگری ببیند، شاید بدن برای اون دواها آمادگی داشته نباشد. اول دواهای ضعیفتری میدهند، میگه این دوا را تا 2 هفته بخور، تا 3 هفته استفاده بکن، تا اینکه در بدن مقدار آمادگی پیدا بشه برای یک حمله دواهای قوی. وقتی که استعداد پیدا میشه بعدا این دوا را میگه بنداز، دوای قوی تری میده، اون دوا را جابجا میکنه. پس دوای اول زمینه را فراهم میکنه، دوای دوم ریشه‌کن میکنه مریضی را. خدای عزوجل هم بندگانش را که امراض بندگان را میداند، امراض شرک، کفر، خرافات، برای علاج اونها، برای درمان اونها الله تعالی هم احکام متفاوتی صادر میکنه. اول یه حکمی تا اینکه این استعداد پیدا بشه، آمادگی، همون آیات شراب بهترین مثال ها هستن. اول کم کم شناعت شراب تا در دل جا بگیرد، آمادگی پیدا بشه، استعداد پیدا بشه، هم نفع داره هم ضرر داره، ولی ضررش بیشتره. یه مقدار انسان نسبت به او باورش متفاوت میشه، این چیزی که ضررش بیشتره پس باید به فکرش باشم کمش بکنم. بعدا در بعضی مواقع خاص مثلا عبادت، این دیگه این نوشیدنی هست که با عبادت و با زمان ارتباط با خدا مناسب نیست. انسان دوست داره میشه با خدا ارتباط داشته باشه، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، لذا باز تنفر بیشتر پیدا میشه. پس این مانع هست، مشکل داره. بعدا حکم سوم وقتی که میاد از قبل کاملا آمادگی چی شده؟ پیدا شده.
حکمتش، نکته هایی که لازم هست باید دریافته از آیات گذشته. پس و اذا بدلنا آیتا مکان آیه، هرگاه ما تبدیل میکنیم یک آیه را به جای آیه دیگر، والله اعلم بما ینزل، خدا بهتر میدونه چه نازل میکنه. خدا عالم هست، عالم غیب هست، از کان و ما یکون میدوند، اون بهتر میداند، لذا او همه چیز را مد نظر دارد. قالوا انما انت مفتر، ولی کفار چون درک ندارند، شعور ندارند، میگن شما این را افترا گفتی، از خود درست کردی. بل اکثرهم لا یعلمون، واقعیت اینه که اکثر آنها نمیدانند که ان لنا فی النسخ حکمه، در نسخ آیات حکمت هست، نکته هست، فواید هست. لذا به این نکته خدا منسوخ میکنه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. بعد اینها میگفتن که این قرآن را واسطه کی هست، رابط کی هست. رابط را بعض بالخصوص یهود میگفتن ما با رابط مشکل داریم. الله در جواب میفرماید قل نزله روح القدس من ربك بالحق. رابط روح القدس هست، جبرائیل امین از جانب ربت هست، بالحق، این بیان صداقت، یعنی واقعیت، درست، حقیقت، باطل نیست، افترا نیست، دروغ نیست. چرا نازل کرده؟ حکمت انزال لیثبت الذین آمنوا، تاکه کسانی که ایمان آوردن در اونها ثبات ایجاد کنه. آیات قرآن واقعا مؤمن را تثبیت می کند، مؤمن را تقویت می کند، دل مؤمن را قرص می کند. چون که در آیات قرآن مجید همیش بیان واقعیت، بطلان باطل است، حقانیت حق است، انسان را در ارادش مصممتر میکنه، وعده های پروردگار است، وعده نصرت است. لذا چیه؟ لیثبت الذین آمنوا و هدى و بشرا للمسلمین، و هدایت و مجده هست برای مسلمان. اما مشرکین چی میگفتن؟ مشرکین نام بعضی از غلام های عجمی را میگفتن که نه، به پیغمبر فلان غلام آموزش میده. میدونستم پیغمبر قبلا کلاس نرفته، مکتب نرفته، درس نخوانده، سواد ندارد، امی هست، ولی میگفتند بعضی غلام ها الان برده های مختلفی را نام میبردن. بعضی میگن که بلعام رومی یه غلامی بود، غلام زرنگی بود، او ایمان آورده بود. بعضی میگن سلمان فارسی را میگفتند، او به پیغمبر یاد میده. بعضی یک غلام دیگری بود که این غلام خیلی زرنگ بود ولی ایمان آورده بود و گاهی خدمت رسول الله می آمد، مولایش مشرک بود، او را کتک میزد، شلاق میزد، تازیانه میزد که تو میری به محمد یاد میده. اون گریه میکرد، سوگند میخورد، من میرم یاد میگیرم، من چیزی یاد نمیدم، چون سواد داشت کمی. لذا الله تعالی اینجا میفرماید این شبهه را هم جواب میده. ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر، همانا ما میدانیم که آنها میگویند جزی نیست که او را آموزش داده بشری، یعنی رسول الله را بشری آموزش داده. اون بشری که اونها ذکر میکردند، لسان الذي يلحدون الیه اعجمی، زبان اون انسانی که این نسبت غلط را به امید دادن. الحاد نسبت چی؟ غلط، نسبت دروغین. لحد همون کج قسمت قبر را میگن. لذا زبان اون کسی که این نسبت غلط را به امید دادن، زبان او اعجمی هست. اون رومی صحبت میکنه، اون فارسی صحبت میکنه. و هذا لسان عربی مبین، این قرآن به زبان عربی واضح و روشن هست. اما الله تعالی اینجا علت را بیان میفرماید که
اصل هدایت مقدر نیست و برای اونها تخویف بیان میفرماید، هم سرزنش. ان الذين لا يؤمنون بآیات الله، همانا کسانی که ایمان ندارن به آیات الهی، لا یهدیهم الله، الله عزوجل اونها را توفیق هدایت نمیده. ولهم عذاب علیم، این نتیجه دنیوی هست، لا یهدیهم الله. ولهم عذاب علیم، آخرت در عذاب دردناک است. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآیات الله، جز این است که افترای دروغ میگویند کسانی که ایمان به خدا ندارند، اونا عناد دارند، تکبر دارند. و اولئک هم الکاذبون، اینا دروغگو هستند. یعنی دروغگو شمایید که افترا میگویید، میگه خدا نائب داره، خدا نماینده داره، تحمل اختیار، خدا دختر داره، خدا پسر داره، علیاذ بالله. افتراها را شما داری میگید، نه پیغمبر و کسانی که شما نسبت میده به سوی اونها. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن، اینم تخویف اخروی هست. البته در رابطه با این آیات و شأن نزول این آیات نوشتند که افراد مختلفی از برده ها را شکنجه دادند که اینها برگردند. حضرت یاسر بود، سمیه بود، بلال بود و عمار بود. 6 تا از برده ها را در تفسیرها نوشتن بیشتر که اینها شب و روز تحت شکنجه بودند، کتک میخوردند تعزیانه که بر زبان کفر بیارن، اما هیچ یک از اینها نگفت. حتی 2 تایشون که عمار و یاسر و سمیه شهید هم شدن، زن و شوهر. اما فرزندشون عمار از بس فشار آمد، او به زبان آورد. بعد از اینکه به زبان آورد او را رها کردن، عذاب وجدان داشت. خدمت رسول الله آمد، گفت یا رسول الله من مجبور کردند و داشتن میکشتند، من از ترس گفتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اون زمانی که تو از ترس گفتی در دلت چی بود؟ در دلت هم کفر بود؟ گفت نه یا رسول الله، در دلم ایمان بود. نسبت به ایمان به خدا ذره عقب نشینی نیامد در دل، فقط به زبان از ترس گفتم. آن حضرت فرمود اشکالی نداره، این آیات میگن در همین موقع نازل شد و اگر در این موقع نازل نشد بالاخره شرایط این صحابه که این گونه شکنجه دیدند از مصادیق این آیات هستند. من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کسی که کفر کند به خدا بعد از ایمانش، اون جزایش ذکر میشه. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، جوابش هست. اما در میان استثنایی هست، الا من اکره، مگر اون کسی که اکراه بشه، اجبار بشه. اینجا برای کفر گفتن هم به عزیمت عمل کردن خوبه، یعنی انسان اگر به عزیمت عمل کنه نگوید تا اینکه شهید بشه، این از بهترین شهداست، مثل حضرت یاسر و سمیه. و اگر به رخصت عمل بکنه، به ظاهر بگه، هم برایش اجازه هست. اینجا هر دوتا آمده. الا من اکره، مگر اون انسانی که مجبور بشه، اما و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش نسبت به ایمان مطمئن بشه. ای لم تتغیر عقیدته، درون عقیدهش کوچکترین تغییری نداشته باشه. الا ان تتقوا منهم تقاه ولكن من شرح بالكفر، این صورت استثناء بود. اما کسی اگر این حالت را نداشت، در قلب کفر آمد، کسی که باز شد سینهش برای کفر، شرح بالکفر صدرن، سینهش برای کفر باز شد، فعليهم غضب ولهم عذاب عظیم،
بر اینها غضب الهی هست و بر اینها عذاب بزرگ هست. چرا اینا یک وقتی یه بار در اون وادی ایمان داخل شدن، بعداً به خاطر حب دنیا، به خاطر راحت دنیا، زرق و برق دنیا برگشتن به کفر، پس دنیا را ترجیح دادن. ذلك بأنهم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرة، این به سبب این است که اینها ترجیح دادن، پسندیدن زندگی دنیا را بر آخرت. و ان الله لا یهدی القوم الكافرین، همانا الله عزوجل چنین قوم کافری را که دنیا برش از آخرت بهتر باشد و ترجیح بده توفیق هدایت نمیده. اینها مهر جباریت خوردند. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، اینا کسانی هستند که خدا مهر زده بر دلهایشان، و سمعهم گوشهایشان، و ابصارهم چشمهایشان، نه حق را میفهمند و ایمان به درون دل میره، نه حق را میبینند و نه حق را میشنوند. و اولئک هم الغافلون، اینها از ابتدا غافل و بدور از ایمان هستند. لا جرم انهم، بدون شک این گروه در آخرت هم الاخسرون، انهم فی الاخرت هم الخاسرون، در آخرت از زیانکاران هستند. چرا؟ لمصیرهم الی النار، مسیر اینها کجا میره، منتهی میشه؟ آتش جهنم. الله نجات بده. ثم ان ربک للذین هاجروا، حالا اینجا بشارت است برای اون دسته از مؤمنینی که تحمل کردند، شکنجه دیدند، اذیت و آزار دیدند، اما صبر کردند. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، حالا این سوره مکی هست ولی چون اینجا بحث هجرت آمده، جهاد آمده، علما میگن این آیه مدنی هست، درباره همین افراد اهل مکه نازل شد ولی در مدینه نازل شد. خب خیلی هست که آیات مکی هستند سوره مدنی هست، یا سوره مکی هست آیات بعضی ها مدنی هستند. لذا این آیه مدنی هست که در چی نازل شده؟ در مدینه ولی در لابلای سوره مکی گنجانده شده. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، سپس برای کسانی که هجرت کردن بعد از ایذای کفار، بعد از فتنوا یعنی به اذیت و آزار و شکنجه گرفتار شد، بعد از ایذای کفار چیکار کردند؟ هجرت کردند. و تنها هجرت هم نکردند، ثم جاهدوا، جهاد هم کردند، و صبروا، استقامت هم کردند. سه وصف اینجا بیان شده: هجرت، جهاد، صبر. ان ربک من بعدها لغفور، بعد از این مراحل رب تو نسبت به اونها غفور و رحیم هست، اینا هم بخشوده میشن و هم چه رحمی، چه لطفی پروردگار به نسبت به اونها داره. یوم تأتی، این متعلق غفور و رحیم هست. کجا؟ در چه میدانی؟ در چه شرایط اونها را میبخشه؟ در اون روزی که هر نفسی میاد برای نجات خودش صحبت میکنه، جر و بحث میکنه. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، روزی که میآید هر نفسی جدال میکنه از نفسش، یعنی برای رهایی نفسش بحث میکنه. و توفی کل نفس ما عملت، و به صورت کامل داده میشه هر نفسی آنچه که عمل کرده. و هم لا یظلمون، و اونها ظلم نمیشن، یعنی هیچ چیزی از اجر و پاداششون کم نمیشه. و هم لا یظلمون یعنی لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سیئاتهم، از حسنه چیزی کم نمیشه، به سیئه چیزی اضاف نمیشه. و هم لا یظلمون. و ضرب الله مثلا قریة كانت آمنة، اینجا خدای عزوجل یه مثالی بیان میفرماید، مثال قریه‌ای. البته ضرب الله مثلا در قرآن مجید چندی معنا دارد. یک، مثل به معنای داستان، مثل به معنای
داستان. دو، مثل به معنی صفت، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یا داستان اونها یا صفت اونها. سوم، مثل به معنی شیء عجیب. چهارم، مثل به معنای عبرت، درس. حالا خداوند اینجا عبرتی بیان فرموده و ضرب الله مثلا، اینجا گفتن معنی چهارم بهتر جور در میاد. و ضرب الله مثلا، خداوند عزوجل بیان فرموده یک درسی، درس عبرتی مربوط به قریه‌ای که کانت آمنة. این قریه منظور از قریه شهر مکه هست. اهالی مکه ایمن بودند، ایمن بودند یعنی هیچ خطری برای اونها نبود. قبل از اسلام هم در مکه امنیت بود، امنه، شهر امنه. مطمئنتن، این مطمئنه ثمره امن هست. وقتی که شما امنیت داشته باشید اطمینان و آرامش هم دارید. اطمینان نتیجه چیه؟ امن هست. یأتیها، نه تنها امنیت، این نعمت اول امنیت بود، نعمت دوم فراوانی رزق. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. خودش کشاورزی نداشت، باغ نداشت، اما رزقش، خوراکیش از هر منطقه می آمد به برکت دعای ابراهیم. من کل مکان یعنی از هر ناحیه. اما همین قریه و اهل قریه فکفرت بانعم الله، به نعمتهای پروردگار ناسپاسی کرد. نعمت، یکی از اون نعمتها وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم، دین خدا، توحید، کتاب الله، اینا نعمتهای معمولی نیستند. همه اینها را ناشکری کردند، اصلا از اینها استقبال نکردند. نتیجه چه شد؟ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله چشاند به آنها لباس گرسنگی خوف را، بما كانوا يصنعون، بسبب آنچه که انجام دادند. لباس الجوع بجای رزق. خدا چنان گرسنگی آورد که به خاطر دعای رسول الله 7 سال قحط بود، چنان قحطی که اونها استخوانهای خشک و استخوانهای پوسیده و قدیمی را می سوزاندن، لابلای سنگها می کوبیدند، آرد می کردن، پودر می کردن، اونها را می خوردند. و حیواناتی که مرده بودند چندین وقت، بلا نسبت سگی مرده، حیوانی دیگه مرده، می رفتن اونو می خوردند از بس که گرسنگی آمد. تفسیر قرطبی گفته لما ابتلوا بالجوع 7 سنین، وقتی که به گرسنگی 7 سال گرفتار شدند. و قطع العرب عنهم المیره، عرب هم کم کم می ترسیدن از رسول الله. رسول الله روز به روز کارش به پیش می رفت. این آیه هم مدنی هست، بعد از هجرت این مسئله اتفاق افتاد. و عرب قطع کردن از اونها طعام را به امر نبی صلی الله علیه وسلم. اکل العظام المحرقه والجیفه والکلاب المیته، استخوانهایی که می سوزندند اونها را و می کوبیدند، اونها را می خوردند. و لاشهایی که مرده بودند، کلاب میته، والجلود، پوستها را. بالاخره چنین اونها به چنین روز سیاهی گرفتار شدند. الله می فرماید ولقد جاءهم رسول منهم. حالا این کفرت به انعم الله صورتش چی بود؟ اینه ولقد جاءهم رسول منهم، همانا پیش آنها رسول از خودشان آمد، یعنی بشر بود. فکذبوه، آن رسول را تکذیب کردن. فاخذهم العذاب، عذاب اونها را گرفت و هم ظالمون، در حالی که بر خود ظلم و ستم کردند. فکلوا، تا اینجا بالاخره
ناسپاسی رسول. بعد از این خدای عزوجل صورتهای از شرک فعلی را ذکر میکنه. شرک فعلی قبلا خواندیم، این است که حرام خدا را به خاطر غیر الله حلال بداند، یا حلال خدا را به خاطر غیر الله حرام بداند. الله میفرماید بخورید، این بحث تحریمات غیر الله، به خاطر غیر من شما حرام نکنید. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید آنچه که الله به شما رزق داده حلال و پاکیزه، به نام معبودان نکنید تا بر خود حرام کنید. واشکروا نعمت الله علیکم واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، شاکر نعمت های الله باشید اگر فقط او را عبادت میکنید، اگر عابد او است. و بعد فرمود که حرام اون نیست که شما از خود حرام میکنید، حرام اینه که خدا میگه. بعضی از محرمات 4 تا را ذکر میفرماید. انما حرم علیکم المیتة، جز این نیست که بر شما خود مرده حرام است، و الدم خون مسفوح حرام است، و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر، و ما اهل لغیر الله به، بیان نظر لغیر الله، آنچه که صدا زده شده نامزد شده برای غیر الله، آن نامزد شده برای چی؟ برای غیر الله، اون نامزد شده یعنی نامگذاری شده. گفته این مثلا نظر سلطانه، نظر امام است، برای غیر الله نامزدش کردی، نامگذاریش کردی. حالا 10 بار بسم الله الله اکبر بخوان دیگه حرامه، برای غیر الله مردارش کردی. لذا الله می فرماید فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، همین محرمات. اما کسی اگر مجبور شد غیر باغ، بغیر از اینکه از حد بگذرد. باغ عرض کنم که بغاوت اینه، هر 2 تا تفسیرش را قبلا خواندیم. بعضی از ائمه و فقها مثل امام شافعی رحمت الله علیه معتقدند اون سفر معصیت نباشه، مثلا راهزن نباشه، دزد نباشه، دنبال باغی دولت نباشه، اون وقت میتونه از این رخصت الهی استفاده بکنه. اما امام ابو حنیفه میگه باغ یعنی بغاوت اینه که عرض کنم حالت استقرار نداره میخوره. عاد این از حد بگذره، یعنی حالت استقرار داره ولی به خاطر لذت هم میخوره، از حد بیشتر میخوره، نه به اندازه سد رمق بخورد. فان الله غفور رحیم، همانا خداوند برای اونها بخشاینده و مهربان است. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، یکی از صورتهای شرک اینه که حلال و حرام را خودتون تعیین کنید، نه خدا تعیین کرده. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، آنچه که بیان میکند زبانهای شما دروغ را، نگویید اون دروغ را در تحلیل و تحریم، از خود حلال نکنید، از خود حرام نکنید، نگویید هذا حلال و هذا حرام، این حلال است این حرام است. لتفتروا، این لام عاقبته، چنین فتواهایی که عاقبت این بشه، تفتروا علی الله الكذب، افترا بگویید بر الله دروغ را. حالا ببینید این دروغشون چی بود؟ اونی که خدا حرام کرده، مثل همین ما اهل لغیر الله، نظر برای غیر الله، این را چنان با لذت میخوردن میگفتن شفا هست، چون به نام آستانه هست، به نام پیر صاحب است، به نام امام صاحب است. اون را خدا میگه حرامه، اون حلال. به خاطر کی حلال؟ به خاطر همون کسی که برایش به نامش نامگذاری کرده و ذبح کرده. پس این افترا بر خدا، این خدا حرام قرار داده بود، تو آمدی حلالش کردی. اونی که خدا حلال کرده مثل همین حیوانات چارپایان، او بر خود حرام میکنه سواریش را، شیرش را، چون میگه که این مالکیه، مال دربار است. لذا هذا حلال و هذا حرام از خود به خاطر خرافات و خدایانتون درست نکنید تا بر خدا افترا بگویید. اینهایی که این نوع افتراعات را درست میکنند، این نوع خرافات و ایجادات را در دین میارند، اینها رستگار نیستند. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اینها رستگار نیستند. چند روزی اگر در دنیا بهره ببرد زود تمام میشه. متاع قلیل، کالای اندک است. ولهم عذاب علیم، برای اینها در آخرت عذاب دردناک است. وعلى الذين هادوا،
حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. در سوره انعام ما خواندیم حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. چرا بعضی را خدا میفرمه حرام بر یهود بودند اما به سبب ظلم و تعدی خودشان. وعلى الذين هادوا حرمنا، بر آنهایی که یهودی شدند ما حرام کردیم ما قصصنا عليك من قبل، آنچه که تعریف کردیم بر تو قبل از این، یعنی در سوره انعام بیان کردیم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، همین آیه. اما اونجا هم خدا میگه ما ظلم نکردیم خودشون، و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آنها بر جانشون ظلم کردند، حلال خدا را بر خود حرام کردند، خدا هم گفت حرام. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، باز هم خدای عزوجل ترغیب میده به سوی توبه. اگر تا به حال جاهل بودی، نادان بودی، نفهمیدی، مسیرت غلط بوده، خرافات بوده، حلال از خود درست کردی، حرام از خود تراشیدی، حالا توبه بکن. ثم این تعقیب ذکری هست، معنی این نیست که از نظر ترتیب بعد از اون توبه بیاد، نه، بلکه بعد از اون اینو بشنو. ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله، همانا رب تو نسبت به کسانی که عمل بد میکنه از روی نادانی میکنه اما توبه میکنه. حالا فرق نادانی و غیر نادانی چیه؟ علامه ابن کثیر نوشته کل من عصى الله فهو جاهل، هر کسی که نافرمان خدا و جاهل، از روی جهل و نادانی خدا را ناراضی میکنه. اگر میدانست ناراضی نمیکرد. اما بعد از اینکه از روی جهالت نافرمانی میکنه، ثم تابوا من بعد ذلك، اصلا توبه میکنند و نه تنها توبه میکنند، معاملهشون را با خدا هم درست میکنند. اون انسانی قبلی از نظر عملی نیست. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، همانا رب تو بعد از این توبه، بعدها یعنی بعد توبته، لغفور رحیم، بخشاینده و مهربان است. خب تا اینجا ببینید شبهات جواب داده شد، اشکالات پاسخ داده شد و تحلیل و تحریم ذکر شد. حالا در پایان سوره دلیل نقلی از ابراهیمی که همه خود را نسبت میدادند، او میگفت مال منه، او میگفت مال منه. الله میفرماید این مسیر ابراهیم، هر کسی که ابراهیمی هست بفرما ان ابراهیم کان امتا. اول توصیف ابراهیم علیه السلام امتی بود. ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم امتی بود. یعنی چه؟ بعضی میگویند که یعنی خیری که در ابراهیم بود به اندازه خیر یک جماعت، به اندازه خیر یک لشکر. همه این خیر فقط در یک نفر جمع شده بود. یک جماعت بزرگ، یک لشکر بزرگ، اگر همه در درون اونها خیر باشد چقدر خیر هست. همه اون خیرها فقط در ابراهیم بود. این را از ابن عباس منقول شده. قال ابن عباس ای کان عنده علیه السلام من الخیر ما کان عند امت و هی الجماعه، به اندازه در وجود ابراهیم خیر بود که در یک جماعتی میتونه خیر باشه. پس ابراهیم به تنهایی یک امت بود. بعضی انسانها را الله عزوجل ظرفیت بالایی میده که به اندازه یک امت کار میکنه. حالا ببینید در نسل ابراهیم چقدر انبیا، چه خیری از این خاندان بلند شد برای دنیا. و بعضی میگن امت اینجا به معنای مفعول است. امه هنا فعل به معنای مفعول. امه یعنی معموم. معموم یعنی چی؟ یعنی مقتدا، رهبر. ان ابراهیم کان امتا، یعنی ابراهیم یه رهبر بود، یه پیشوا و یک مرجع بزرگ دینی بود. واقعا قابل تقلید است. بیایید از ابراهیم تقلید کنید، اون رهبر بود. قانتا لله، حالا صفات ابراهیم را بود. امتا، پیشوای بزرگ بود. قانتا لله، تابع الله بود. هر فرمانی که خدا میگفت اونها را اجرا میکرد. حنیفا، یک سو بود،
حنیفا یعنی از ادیان دیگر یک سو به سوی الله بود. ولم یک من المشرکین، از مشرکان نبود، از مشرکان نبود. شاکرا لانعمه، شاکر نعمت های الله بود، هر نعمتی که الله بهش داده بود شکرگزار بود. اجتباه و هداه الى صراط مستقیم، الله او را برگزید و راهنمایی کرد به صراط مستقیم. صراط مستقیم ای عبادت الله وحده بتوحید. و آتیناه فی الدنیا حسنه، ما به ابراهیم در دنیا حسنه دادیم. حسنه چی بود؟ همین هدایت، اجتبا، برگزیدن خاندان او، تمام انبیا از نسل در دنیا چه خیری خدا بهش داد و در آخرت اون در لیست ویژه ها هست. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، همانا ابراهیم در آخرت از صالحین هست. قبلا خدمت شما عرض کردم که یکی از صالحین در عموم مردم، این صالحین جدا هست لیستشون، در میان انبیا بعضی ویژه اونا صالحین انبیا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، بازم تعقیب ذکری، یعنی بعد از اینکه ابراهیم را معرفی کردند، خیر کثیری که در ابراهیم بود ذکر کردند، حالا به پیغمبر میگند که سپس به این کلام توجه کن که ما شما را وحی کردیم که پیروی کنید از دین ابراهیم که یک سو هست. یک سو هست یعنی چه؟ یعنی و ما کان من المشرکین، از مشرکین نبود، از مشرکین نبود به جای خود، بل هو رأس الموحدین و قدوت اهل الحق، اون پیشوا، رهبر، الگو. پس اتباع از ابراهیم علیه السلام بکن. انما جعل السبت على الذين اختلفوا. بازم یه سوالی هست، اونا میگفتن اگر این پیغمبر ابراهیمی هست، بر دین ابراهیم هست، اگر پیغمبر خداست، مثل بقیه پیروان ابراهیم، فرزندان ابراهیم، چرا روز شنبه عبادت نمیکنه، روز شنبه را تعظیم نمیکنه؟ الله عزوجل میفرماید که روز شنبه را کسانی که اختلاف کردن به عنوان عبادت انتخاب کردن. ببینید یک روایتی هست، گرچه این روایت ضعیف است، الله عزوجل در مدت 6 روز، ما قبلا اون فی 6 ایام اونجا خواندیم، در مدت 6 روز که زمین و آسمان ها را خلق کرد، از یک شنبه شروع کرد. از کی شروع کرد؟ از یک شنبه شروع کرد تا روز جمعه تمام شد. روز جمعه که تمام شد دیگر روز جمعه روز شکر است. روز چیه؟ شکر است. شکر با چی میشه؟ عبادت. لذا باید در جمعه عبادت. اصل اینه که روز جمعه. به همین خاطر الله عزوجل اختیار داد، اونها گفتن نه ما روز جمعه نمی کنیم، روز شنبه. لج کردند. موسی علیه السلام با اونها صحبت کرد، الله تعالی به موسی گفت اونها رو به حال خود بگذار، هر روزی که انتخاب میکنند. لذا اونها روز شنبه را که اصل روز شکر، روز عبادت، روز جمعه بود انتخاب نکردن، روز شنبه را انتخاب کردن از روی عناد. باز هم خدا تاییدشون کرد، برایشون تصویب کرد که همون روز شنبه باشد. و یک حالا بعداً یک خرافاتی درست کردند. یهودی ها می گفتن خدا از روز یک شنبه که شروع کرد پیدایش آسمان ها و زمین را تا جمعه، بعدا شنبه استراحت کرد. لذا روز شنبه روز استراحت، روز تعطیله. به همین خاطر ما هم روز شنبه را تعطیل میکنیم. الله عزوجل پاک است از این نوع کفریات، به همین خاطر آمد کل یوم هو فی شأن، او تعطیل نداره. پس اینها بنابراین شنبه را انتخاب کردن. مسیحیان که آمدن به اونها هم اختیار داده شد، اونها گفتن باید در اون روزی که یهودی ها هستن نباید باشه، با اونها نباید مثل اونها باشیم. اونها یک روز بعد از اون کردن.
اما خداوند عزوجل مسلمانان را بر اصل فطرت قرار داد. مسلمان ها در اون روز شکر که روز عبادت است اون روز را انتخاب کردن. لذا اینها انتقاد میکردن که چرا ایشون اگر پیغمبر هست به جای جمعه سبت را تعظیم میکرد، زیرا ابراهیم هم سبت را احترام میگذاشت. الله میفرماید انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، جزی نیست که شنبه قرار داده شده بر آنهایی که اختلاف کردند در آن. اونایی که در شنبه چی کردند؟ اختلاف کردند. حالا شنبه را اونا انتخاب کردن، اختلاف کردن با پیغمبرشون، در روز قیامت معلوم میشه و ان ربک لا یحکم بینهم یوم القیامه فیما كانوا فیه یختلفون، در آنچه که اختلاف کردن روز قیامت خداوند بینشان فیصله میکند. ادعو الی سبیل ربک، در پایان سوره الله عزوجل به رسول مکرمش میگه که بعد از اینکه دلایل خوانده شد، شبهات پاسخ داده شد، حق واضح شد، مسیر مشخص شد، حالا شما دعوت بده. اما شیوه دعوت را هم خدای تعالی به پیغمبرش فرموده ادعو الی سبیل ربک، یعنی بعد از این همه دلایل طریق تبلیغ اینجا بیان میشه. بعد از این همه دلایل چی است؟ تبلیغ. ادعو فرا بخوان به سوی راه ربت، اما بالحکمت والموعظة الحسنه، با حکمت یعنی با دلایل عقلی و نقلی. حکمت اونه که انسان رغانه کن، دلیل باشه، مدرک باشه، و موعظه حسنه باشه، یعنی چنان موعظه حسنه اونش که در اون جذابیت است، در اون شفقت است، در اون مهربانی است، در اون خیرخواهی هست. همه اینها موعظه حسنه. هر چی که خوب هست، شفقت خوب هست، خیرخواهی خوب هست، دلسوزی خوب هست، بر اساس این باشه اون موعظه حسنه هست. و کسی اگر آمد جدال کرد جواب علمیش را بده، جواب پرخاشگری نده. و جادلهم باللتی هی احسن، به اون روشی که اون روش بهتر باشه. مثلا گفتگو کردن، گفتگوی احسن که در اون نرمی و متانت شما هم باشد. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، همانا رب تو بهتر میدانه اون کسی که از راهش گمراه شده و اون کسی که هدایت یافته هست هم بهتر میدانه. و اگر گاهی شما را به عصبانیت و به خشم درآوردند، بر شما ظلم کردند، شما را زدند، بر شما ستم کردند، انتقام گرفتید، همون انتقام به اندازه بگیرید، از حد نگذارید. اما بازم صبر بکنید ببخشید بهتره، بازم صبر بکنید ببخشید بهتره. اصل همینطور کلی تفسیر بشه بهتره. بعضی میگویند که اینها در این آیه درباره شهدای احد نازل شد. معلوم میشه یعنی این آیه هم مدنی هست. وقتی که 70 نفر را شهید کردند و بالخصوص سید الشهدا حمزه را مسلح کردند، گوشش را بریدند، بینیش را بریدند، شکمش را باز کردند، چاک دادند و قلبش را درآوردند، جگرش را. اینها را وقتی که انجام دادند، رسول الله صلی الله علیه وسلم اون صحنه را دید، اون شرایط عموی مهربانش را دید، عموی که از کوچکی با رسول الله هم بازی بود، هم سن رسول الله بود، هم سن بود و هم برادر رسول الله بود، هم شیر بود، هر دو از یک زن شیر خورده بودند. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را یه روزی پیشنهاد دادن که چرا بعضی از همین نزدیکان خودت را ازدواج نمی کنی؟ گفت کی را شما میگید؟ گفت دختر حمزه را. گفت چطور شما اونو به من پیشنهاد میکنید؟ حمزه برادر من هست، عموی من هست، ولی برادرش رضایی من هست، من و او یک جا شیر خوردیم. خیلی حمزه را دوست داشت. لذا وقتی که دید که این گونه با حمزه کردند، برای رسول الله قابل تحمل نبود. در همون احساسات و عصبانیت گفت که 70 تا از اونها را باید مسلح بکنیم. هر وقتی که
انتقام گرفتیم در عوض حمزه 70 تا مسلم میکنیم، 70 تا گوش و بینیشون را میبریم. الله تعالی فرمود نه، هر وقتی که شما دنبال انتقام بودید انتقامتون را به اندازه که اونها شما را زدند، شما را کشتند، همون اندازه، بیشتر نه. ولی بهتر اینه، این الان بعضی مفسرین گفتند بهتر اینه که محمل آیه را عام بکنیم. بحث دعوت بود نه؟ این در مسیر دعوت انسان گاهی نیاز به انتقام پیدا میکنه. بحث دعوت بود، اما اگر از طرف اون کسانی که دعوت میده به شما ظلم و ستمی شد، انتقام خواسته بگیری به همون اندازه، نه بیشتر. اما اگر صبر کنید و ببخشید بهتره، چون برای دعوت شما مؤثرتره. و ان عاقبتم فعاقبوا، اگر انتقام گرفتید انتقام بگیرید بمثل ما عوقبتم به همون اندازه که شما عذاب داده شدید، شکنجه داده شدید، شما به همون اندازه شکنجه بدهید. ولا ان صبرتم، اما اگر صبر کردید لهو خیر للصابرین، این صبر برای صابرین از معاقبه، از عذاب دادن، از شکنجه دادن بهتر است. واصبر وما صبرك الا بالله، الله می فرماید صبر کن و صبرت نیست مگر به توفیق الله است. بالله یعنی خاص به توفیق الله. ولا تحزن علیهم، و بر آنها غمگین نباش، جوش نزن اگر ایمان نیاوردند. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، و شما نباش در تنگنا از آنچه که اونها مکر میکنند و نقشه میکشن. شما دل تنگ نباشه، دل نگیره. چرا؟ چون خدا با شما است. ان الله مع الذین اتقوا، همانا الله با متقیان است، با کسانی که از خدا میترسن خدا با اونهاست. بالنصر والاعانه، خدا با اونهاست. از چه جهت؟ از نظر نصرت و کمک، متقیان را کمک میکند. والذین هم محسنون، اونایی که مخلص باشند، هر کارشون برای خدا باشد، خدای عزوجل با اونها هست. لذا شما به جای انتقام سعی بکنید این صفات را پیدا کنید: تقوا، احسان، اخلاص، نیکوکاری. بله، این سوره مبارکه نحل بود که در این سوره همیشه ذکر نعمتها و همین نعمتها هم دلائل بودند، دلائل عقلی، همیشه بر اثبات توحید. بعد از این سوره مبارکه بنی اسرائیل است که انشاءالله بعد از نماز بنی اسرائیل را شروع میکنیم. سوره یوسف تمام شده، بنی اسرائیل و کهف را بذارید برای بعد از ظهر.